السلام علیکم تماشاگران عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. امروز در مهمانی کانال ما برزی و گورو زالاتای دیرکتوری کمپانی فبرلیک در کمانده سیدا رجب و پارتنری فبرلیک کار میکنیم و ما میخوام یک چند سوالهای همه اون شمایی که پدپیشچیکایی که در کامنتاری می نویسین امروز برای اپر گورو جان تیم و شما از زبانی اشان خودشان شما جوابش بگیرین. اپر گورو جان اول کمتر معلومات درباره خودتون میتین و با کدام مقصد شما به همین کاری کمپانی فبرلیک اومدگین؟ السلام علیکم رحمت سیدا جان. من زن 48 ساله هستم، بردی و گورو هستم. با آن مقصدی آمدم که من 25 سال در بازار با ساحه تجارت کار میکردم. 25 سال بارهای وزبین برداشتم، در تگ آفتاب، در تگ باران ششتم. برای زندگی خود بهبودی کردن شکرانه خداوند میکنم. لیکن تغییری کاری من در همین شد که فرزند 23 ساله من را ماشین زد و من خانشین شدم. در بلنیتسه ها زندگی میکردگی شدم. خواستم که به فرزند بیمارم کمی یاردم رسانم، به شوهر غمخورم کمی یاردم رسانم. گفتم دخترها کاری گفتم که به خود موافق باشد. ششتم در کانال یوتیوب سیدا بانو رجب وارد دیدم که همه زنهای ما که در عذاب بودند، در مشقت بودند، خانشین بودند، فرزنددار بودند، کاری کوچه مثال شوهرشون نمیماندند که کنند، مراجعت میکردند. منم مراجعت کردم. سیدا بانو رجب و با مهربانی قبول کردند، رجیستراسیا کردند. اپای خواهران از مهربان و در گروپ هاشان با مهر محبت قبول کردند. اپای گورو جان، سوال بسیاری تماشابینای کانال ما که باوری ندارند به شرکت فبرلیک و علاقه اون شخصانش که باوری کردگیان، پیشروی هم کردگیان، خدا بشکر رحمت هم فهمیدگیان. لیکن من میخوام که از زبان شما بفهمم که شما باوری داشتین به همین کمپانی وقتی که به کار اومدین، چی فکرها بود همون لحظه ها در سر شما؟ البته سیدا جان باور نداشتم. خیال میکردم که فقط سیدا رجب میتوند میلیونر شود. اما امروز خداوند منم به همین روز رساند. برای چی دخترها رساند؟ برای آن رساند که من فقط خود باوری کردم، با گپی کس باور نکردم، صبر کردم، طاقت کردم، مهنت کردم و سزاواری مثال چکای میلیونری شدم. میلیونر شد وقتی که یک خودی سیدا رجب و 3 سال پیش میلیونر بود، یک خودش صحنه های کنفرانسیا ها میرفت. حاضر ما که در اومدیم کار، مثال محصولات کاری خود دیدیم، اولیکای بهترین دیدیم. ما یک کس نیستیم از کنفرانسیا ها. خدا به شکر صف ما تا 20-30 نفر در تریتوری های روسیه، کاوکاز، دیگر جا، در تاجیکستان باشد تا 500 تا 600 نفر شدگی است. البته اپای گورو جان، من میدونم که در همین مومنت شرکت هایی که اینترنتی هستند، بیزنس هایی که اینترنتی هستند به نهایت زیاد هستند و من از تجربه کاری خودم که من هم به یکم تجربه آمدگیم به همین شرکت و در مهلت کوتاه و چی زبانیا ها برآمدم و نمره 1 در تمام جهان شدم. گیم تا حاضر هستم الحمدلله. شخصانی که می بیایند به صبر با یک شرکت دیگر می دوان می روند. این نستانیک به این نستانیک، این استرکتورا با او استرکتورا همه وقت در دو تاز هستند و البته با من میدونم که شرکت فبرلیک کنکورنت نداره، برای که بیزنس های شرکت های سیستم مارکتینگ همون شرکت ها را میگویند که محصولات دارن. ایروی محصولات ما پیشروی میکنیم و محصولاتی که کمپانی ما داره ارزانی، فراوانی، دسترس، در مهلت کوتاه ما دسترس میکنیم. ایش هم میدونم، لیکن بسیاری تماشابینای ما ندارن به هموش اپا و خواهرایی که همه وقت در دوام صبر ندارن، در یک جا صبر کنن. چی گفتنی ها دارن؟ البته سیدا جان، وقتی که دیدن که من مثال من آوازی بلند دارم، زن چخان هستن،
از دیگر کمپانی های هم اومدن گفتن که اپای گلرو دکومنت داری، ایپ داری، تو در دیگه جو این خیل میشی، وای خیل میشی، وهمه بسیار زدن. اپای خواهران عزیز مهربان، من خود باوری کردم، من کسی گپی کسا باور نکردم، من در یک جو صبر کردم، طاقت کردم، میوه صبری من میوه میلیونری شد. اپای خواهران عزیز مهربان، گل دختران زیبا، از همه جوانان خواهش میکنم که درخت در یک جو میسبزد. اگر شما در کجای مانند ما چقام باشید، آوازی بلند داشته باشید، احساساتی کار داشته باشید، مهر و محبت به کار داشته باشید، در همان جا موفق میشید. وقتی که شما رجیستراسیون شوید و در کار خود موفقی نکنید، 15 تا کمپانی روید، در یک جا میمانید. عزیز مهربانی من، هزار رحمت الله اپای گلرو مینت داریم. سلامت باشید. رحمت رحمت به شما که سید بانو رجب و شما بودید و زنهای خانشین، زنهای کودکدار، زنهای بیماری که مثال انا همین کار با محتاج بودن، در خانه ششته میلیون کار نکنند هم در خانه خود میتونند شامپون، صابون، چیزی لازمی خرند. فرزندی من که مثال حاضر راه گشته نمیتوند، مردی 25 ساله است، میگه مادر جان اگر من نتونم کار کرده، من مثال وظیفه شما یا میگیرم، در کمپانی فبری کار میکنم و میتونم در یک جو ششته همین کارا پیش برم. اولا با شما صبر و طاقت، چنین مادرهای رنگ شما را ما مادرهای شیردید میکنیم. با شما صبر و طاقت و فرزند بیماری شما خداوند از درگاه الله مهربان خودش برای بچه شما شفای کنید. خداوند سه فرزند شما بگردانه، خوشبخت شما بگردانه، همراه اویله شد و شما را همه وقت در طور سری فرزندتون و در طور سری همه ما انا همین خیل خوشبخت خرسند بگیم یک مادری باشه برای ما که همه وقت با مصلحت های خوب خطاگی های ما را اصلاح کنیم و از فرصتی مناسب استفاده برده. البته من چنین زنها را زنهای بزرگ میشمارم و یک تحفه میده کم باشه. من میخوام که امروز شما از دست ما انا همه گیرینه، خوی کلینه، بینینه و خداوند الهی نام باز میلیون تا هزار رحمت سید بانو رجب و دختر عزیز مهربان. در کجا گفتنی هستم که من در دوام 1.5 سال این سیوم تحفه‌ای که از سید بانو رجب و میگیرم، من برای تحفه گفته نامدم کمانده سید رجب و یگان بار در آمده تحفه به من نمیکنید. برای اون که من کارکنی شما هستم، برای چی من تحفه نمیکنید گفتگی نیستم. وقتی که من موفق شدم به کار خود، وقتی که من چقانی خود نشان دادم، سید بانو رجب و از پیش خود این تحفه ها را به من مثل موفق داشتن. این برای همه شما اپا و خواهران، برای همین هر یک کس خداوند خود چه عقل داده که شما کار کنید، شما صاحب میلیون تا این گونه ها تحفه ها میشوید و البته ما شما را بی نظر نمیگذاریم. همین شخصی کارگر هم دوست میداره، شخصی که هم کار نمیکنن، هم گپای سخت میزنن، تنبلی میکنن و میخوان که یک از او را کمک کنه. البته 99% کار در دست هر یکی شما های. بعد گفتنی دارم سید بانو رجب که کدام مثال دیرکتر نستاونیکی که در اومده شما را سرازو با توفه ها وعده میتیهد، کار نکنید دختر عزیز مهربان. شما اول از دیرکتری که میبیاد و میگد که من شما با کار یاد میتیم، همون دیرکتر که چی کار کنیدون. کسانی که میگویم من کار یاد میتیم، اگر شما کار یاد گیرید، سزاوار توفه ها خودتون میشوید. البته آدمیزاد کار کنه صاحب میلیون تای خیلی توفه ها میشود. سمی گلامی هنر، راه بیزنس یاد گرفتنه و باز هم خوش آمدید میگیم تا نوارهای آینده. خداوند نگهبانتون.